سوال شده این سوال رو از خودتون بپرسید، واقعا مردم برای چی میان آزمایشگاه خصوصی و نمیرن آزمایشگاه دولتی؟ همونطور که شاهد هستیم کمبود فضا در اکثر آزمایشگاه‌ها مشهوده. آزمایشگاه زیاد دیدیم که همش وصل پینه‌ایه. احتمالاً شما هم دیدید. دوستان در نظر داشته باشید تأسیس شرکت تعاونی برای پروانه تأسیس آزمایشگاه راه مناسبی نیست. چه فضایی رو مشاهده می‌کنیم بعد از ورود به آزمایشگاه؟ قطعاً فضای پذیرشه. مهمترین منطقه و مهمترین فضای آزمایشگاه همین فضاست. کارکردهای بخش پذیرش برای آزمایشگاه چیه؟ هر کاری تو فضای پذیرش می‌خوایم بکنین رو به چشم سرمایه‌گذاری بهش نگاه کنید. اگه فضای پارک در محدوده آزمایشگاه، پارک خودرو در محدوده آزمایشگاه موجوده، روش‌های دیگه‌ای هم هست. اگه اینا بحث کیفیت رو دارن مراجعه کننده، پس ما چرا خیلی زیاد چسبیدیم به خرید تجهیزات و اینا؟ پس ارگونومی در فضای کار رو خیلی در نظر بگیرید.